ترتیب جا زدن ها یا ترتیب جا زدن که ما پیستونا رو یه دونه جا میزنیم. تو موتورها فرق میکنن با هم دیگه به دلیل اینکه بعضی از موتورها لنگر دارن اجازه نمیدن بدون پیچ جا بره، به خاطر همین باید یه دونه پیستون رو جا بزنی بچرخونی تا از اون ور کپه رو بزنی. خب الان این موتور چیه داریم این اینجا؟ موتور بنز 10 تن بدون سوپره که معروف به 355 موتورهای 335 ببخشید. خدمت شما عرض کنم موتور گیر مایلر یا حالا بدون سوپر. شاتونا اکثر یاتاقان‌ها یه خار دارن، ما به این چاک میگیم خار یاتاقان. تو موتورها متفاوته ولی تو بنز این به سمت میل سوپاپ میفته، این خاری که هست به سمت میل سوپاپ میفته. بعد هر کپه یک شماره فنی داره، هر مهنی. الان شماره فنی 229 سی، یعنی این هم همینطور 229 سی. تمام موتورها این شماره رو دارن، یا حروف دارن یا عدد دارن که جابجا نمیتونه باشه. اگه جابجا کنی تمام خلاصی ها به هم میخوره. این تا اینجا تا خدمت شما عرض کنم که یاتاقان سعی کنید با کمپرسور باد کار کنید که باد بگیرید، رسه کثیفی چیزی نباشه. خارای جمپین همیشه یه بار دو بار چک کنید که جا نمونده باشه. روغنکاری این مرحله انجام شد. همون دلیل که اوایل عرضم گفتم چون لنگر داره اجازه نمیده پیچا رو شما جا بزنید، باید در حین جا زدن پیچا رو جا بزنید. یکم دیگه هم آقای رجب چند خوب. خب ببینید خارش یاتاقان رو به سمت میلسپابمون بالاست. پیستونای بنز یه فلش داره اینجا، فلش به سمت جلو. این به دلیل اینکه تراش خورده پیستون اوورسایز بوده، آندر سایز بوده نمیخورده. ما تراش 300 از کله پیستون برداشتیم که این فلش از اینجا از بین رفته، یعنی یه فلش داره به سمت جلوی موتور. و اما رنگ روغن تمام رنگ‌ها باید 180 درجه دهنه هاشون با هم دیگه تفاوت داشته باشه. این الان اینجا قرار میگیره، رنگ جارویی یا رنگ لبه‌دار که روغن جارو میکنه به سمت پایین قرار میدیم. رنگ کمکی یا رنگ کروم باز دوباره اینجا قرار میگیره و رنگ کمپرس یا رنگ آتشین که از فولاده چودن نداره سمت پایین قرار میگیره. آره اینجا رنج هم کن بود به اندازه رنگا که با رنگا تماس پیدا بکنه جمع بالا پایین میکنیم ببینیم رنگمون آزاد باشه، رنگی از لبه در نیومده باشه که و الا یه کوچیکترین صفر کردن رنگ میشن. میزنیم باز بالا پایین میکنیم که رنگمون آزاد باشه. و حالا با یه چوب یا حالا دست چرکشو که بیا یکم به سمت جلو خوبه بزن. خب یه لحظه این پشتش باید چه حالتی باشه شما چک میکنی؟ بعد صاف باشه. ببین شاتون آره با میلن شاتون بیاد روی میلن. آره